نه یک من تشکیل میگم علی والدای دولتی چرا میکردن؟ من میخواین که تو بین علی باور کو تا دیروز هزاره میلیارد نه میخواین که تو هم بین ما علی عزیز گفته ولی نشیدیم اگه او رقم بگوین ما نه صدها برای گفتن داریم که قتل یک عام دقیقه صورت یک دقیقه گرفته جل نه شاگرد دروغ نگو دیگه، دروغ نگو، سمندر یک دقیقه بشرمید جل نه از شاگرد نه شما نه راست است از ما خاتمی اون دروغ یک زمان دقیقه اون آقا زمان برادر ولی حکومت پشتونا نبوده اون زمان یک خیلی دقیقه ما که بسته کردم با مزد یک دقیقه ببخش افشاگر گفتی که سفرنامه ابن بطوطه صفحه 441 جلد 1 درست است 47 خود صفحه 441 شمیتونی بخونی که کدام قوم نام گرفته شده 447 هست نه در 441 شمیتونی بخونی که نام کدام شاهان کدام قوم گرفته شده بیرون قضیه رو مدرسان از نشون بده بیارم درست است قحطانی لینک بر روان کنم یا اسکرینشات برام نه خودت بخوان. درست است باشه دیگه در جان زنی نکنی تا خواندی کنم اقوام هم وجود داشته اونجا در سفرش یا که واسه چی تصویری چرا رسای بوده اگه نه از همه چیز از پیش ما اینو گرفته بود اگه آقا باور کنن اینو در جان میزنم نه خدا امیر سفر گم کردم امیر. صفحه چرا ما تصویر ما سیو نمیشه تو به خاطر که دروغ میگی سفید کلان نمیشه. نه من لینک بر روان نکنم نه من نمیخوایم لینک صفحهش کلان بسازین برادر اینا آمد تصویر چرا نمیفته تصویر میبینید شما دوستان نه تصویر دیده نمیبینیم. میشه تصویر دیده میشه سفید کلان نیست با صفحه بزرگ کنید هیچ سفید تو معلوم نمیشه. ما قطعنی باش سیو. از لایو بیخی برایم دوباره میاییم نه 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 صفحه معلوم میشه صفحهش بزرگ بساز خودم قطعنی نمیدونم خوانده نمیدونم اینا یک لحظه سیستم لایو کم چینج که قطعی تو رو چرا کلان کردن نمیتونم؟ نه چون مشکل است یعنی خودم بزرگ کردم های باش ما چی کار کنم یک دفعه از لایو نه نبرایم نه نه ابراهیم که بازم خطانی بسته نکنه لایو نه اسکرینشات یک دقیقه ای از اکانت تو رو ما فالو گرفتم چرا پس خراب کردی؟ نشون اکانت ما خراب شده. نمیشه ما یک دفعه از لایو نبرایم خب آه. خود دوستای عزیز شبتون بخیر دیگه. نکنین اسناد دیدین فرار میکنین درست نیست خطانی هم ظالم است یا تشکر که خدا تاییدم با ما بودین. قطعنی میبینی خب، که باز- امی که مسئله نژادی قومی میشه گردن میپونده حرکت نه من راه شوخی رفتن میکنم که تا نو برادر 9-10 ساعت شد لایو استم و قربانت شم. ما میفهم نه پیشتر خسته که شده باشه احساساتی برا شدی خیر. نه خسته شدی مشکل نیست ما برادر سکو ای خدا جان چی بگویم برات یک چیز بگو دلت یخ کنه. نه به نفع افغانستان از ما که بیشتر تو فکر نمیکنی اینا به خاطر قدرت فکر میکنن ما با خاطر چیزای دیگه نه بله. دیگه سعی که سمندر خدا داد دیگه. نه نه همین صادقانه حالا اگه کاش که همون تو گپا باشه ما همیشه اگه ما با وطن فکر نمیکنیم من گپ خدا بزنم روزمون نبود ما همیشه ببینین. با وطن فکر کردیم. اجازه بدین اگر در بین ما و شما اختلاف نباشه توهین تحقیر نباشه صرف انتقاد یا مسئله تاریخی باشه ما در پیشتان همیشه هستم وقت که اگر داشته باشه مثل سرانجام به شهر سراکی که قحطانی صاحب همین چیز از سر ورق پاس که سر صفحه ما همین نشته کنم تو در اینجا رسیدی نصف سفر هنوز نخوندی. نه خیر است از نو میخوانیم خب در اینجا میبینید همین خط دوم نام از یک قوم پادشاهی گرفته شده جناب افشاگر جل در تاریخ چرا نمیخوانی صفحه 441 چرا نمیخوانی سرانجام به شهر سرا نوشته است پایتخت سلطان ازبک شهر سرا کمون نامیده میشد و پایتخت آن نام امی شهر سرا نامیده میشد و سلطان ازبک بوده چهارسرا کجای جگرم شهر سرا کجاست؟ آه بنال ما باید صفحه 440 بخونم که بفهم کدام آفرین. طرف نه
اما پس بریم صفحه 4 نه اینجا نوشته سکو شهرسرا افشاگات از چرا زیباترین نخوانده یک نمیره؟ لحظه سامان یک لحظه شهرسرا از زیباترین و بزرگترین شهرهای دنیا است که در زمین هموار واقع شده و جمعیت آن به قدر زیاد است که شهرها با هم وسط به نظر تنگ می نماید. سرا یعنی بازارهای خوب. ما خود در زبان خود ازبکی سرای میگیم. سرای بازارهای خوب و کوچه های پهناور دارد. روزی با یکی از بزرگان شهر به قصد تحقیق که وسعت آن سوار شده در دور شهر حرکت کردیم. منزل ما در یک سوی شهر بود. بامداد راه افتادیم و هنگام زوال به انتهای طرف دیگر رسید. و پس از نماز ظهر خوردن یکی از شهرسراها که در اونجا سلطان چیزش بوده به حساب معلوم میشه کجا نام رفته سلطانش چی بوده؟ نام سلطانش چی بوده؟ سلطان ازبک. امیری اموجی بلندسر شهرسرا شماره 1 داره و پین پاورقی بخون بر تو شاید بگه. بله خب ادامه شد تا کجا رسیدی و پهنا همین شهر موقعیتش معلوم نیست. من داخل خانم در کجاست و شهرسرا؟ برگشت در سرا در کجاست؟ نصف روز طول کشید. یک لحظه معلوم میشه. نه نیست، من خواندم تا آخره. ای باش در صفحه 4 شهرسرا 13 مسجد جامع در اون زمان 13 مسجد جامع وجود داشت برای اقامه نماز. یک چیز دیگه هست بچه‌ها فایده ازبک نداره، فایده یک چیز نداره. دیگه هست باش قطعانی من صفحه 440 میارم معلوم میشه. بچه‌ها ازبک یک اسکرین شات بگیرین بر شما یک منبع بسیار کلان دروغ میگه. که 1000 سال پیش تاریختان ثابت میکنه که شما یک سلطان داشتین در شهر سرا ای حکومت. بله او برادر من خو میگم ما تنها ازبک 3000 سال تاریخ دارد. بله به نام ازبک ای گپ عادی حالا نیست. او بچه معلوم شدیه. امیری صاحب خودش واضح است تصویرش. ازشان ما در این وقتا میخوایم که چهره معلوم نشه خاکی کار بزنم که باز خیر. بله اینه خود سایکو افشاگر صاحب شهر سرا در کجاست؟ یک دقیقه از خودت ثبت کردی از ما را ثبت نکردی. عزیزم شهرسرا کجاست؟ حالا مثلا ازبکستان ران دارم بکس ببینید کجا نشون میده بر دل افغانستان. قبلی ترکستان بسیار بزرگ بوده او زمان. سعیز بان که نشان او میده زمان شهر ببین سرا. این منطقه کجاه؟ امیری شهر سرا در کجاست؟ صوبه در شهر سرا در بلخ است. بلخ در عراق است. نه این آوردم با هم بخونیم دیگه هر جایی که است سپورت به خدا. این 441 است. بفرمایید. نه سایکو بخارا و سمرقند بسیار بزرگ بود نه او زمان. ادامه کی میخوانم؟ میخوانین یا من بخونم؟ بخوان. ها باش. اینجا میگه شهرسرا چیزه؟ آدرس که میگه در گیلانه. اون سرهای روسیه نوشته است اون در اول نوان صفحه. در صفحه 444 گفت که خیلی شهر بزرگ است. خب در اینجا چی میگه؟ امی سرای خوارزم بخارا سمرقند از اینجا معلوم میشه که اینمی جغرافی است. جغرافی افغانستان. بله همین بلخ بخارا و سمرقند دارم. ایران با مصادف با شده سرما بود. من سه پوستین و شلوار یکی آستردار که آستردار بودن برهم میکردم و موزه پاشنی بخواد قسمت میزنه از کو آسورش را از پوست بکنم بسازن سیکون. خب این جوری خودش میکشه لازم خودش میهم میز برای وضو آب گرم کنار آتش استفاده میکردن لیکن هر قطعه آب که مثلا افتاد آبان یخ میزد. سیکون بشار و تلخان که با سلطان ازبک خدافزی کرده بود. سیکون آبهای مدار من حرکت کنیم رودخانه ایتر بلگاه سیکون حتی ما حتی از روز سلطنت ما تا روز بود از روز تا سمرقند و بخارا و همه چی هست این نیست در جغرافی مصادف اصلا بلخ خانات سمرقند خانات میمنه یک بریدی لمس ثابت شده که مردم ازبک خودش مغول است. اون گفت که منطقه ازبک بود. نفس دیگه ثابت شده برآمد. اون یک دو شهر سرای میگه در جغرافیای افغانستان وجود نداشت و نداره. بطوطه با پایتخت سلطنت رفته. ای از ایران اینجا شاهی امی فرش ایران. این آواز زیاد است. اون رقمی ما فعلا پنجشیر ایران در ایران کوچه پنجشیر رو قبول کنیم که پنجشیر قبول نیست. بریم بعد از اون که سر در ایران ولایت کوچه او بچه چولت میشه. نه شهر سرا که دارم.
ما منتظر که کتابخانه است ما خرید پیش دوستم چه میگم دوام کنم در سبب در ترکیه روسیه میگه زمان روان کنیم همون ما گفتم در گلگاه موجود در روسیه بله ما از روسیه تا سمرقند ما از تا اینجا ما نه مثلا چهار سال خواندم از اون مناطق 20 سنت میامد خب بله آمده در باید کنم مثلا مثلا تو نه با خاطر که مسیر مشکل مثلا پیام کنید برام 100% برادر تطابق میاد من واتساپ لینک اون نشون ما کنم میگم حالا نورمال جان تبارک کنم نه واتساپ خود روان کنم مثلا گفتم در چیکار دارم برای من مشکل است تا کس نمبرتون از خودتون اجازه نگیرید که نه امیر اگه تو نمبر چنج کنید که خلاص است حالا قطعا که تو چی مشکل داری ما چه میگم نه والله تو شما نه تو سایت مزاح کردم بالای 50 میتونم من کار واقعا صاحب که شاگرد بسیار خدمت فرام کنید برادر امیر چی میگی چی افترا نشی به خاطر در بیان میگه سال که سال نمیکشید یعنی شما خودتون نمیکشید تاریخ نمیکشید جایی در مورد میکنه مثلا خدا رو قطعا تو خدا رو کنید من شاید نمیگم پشتون هم نمیکنه تاجیک چیز پشتون هزارها روز آدم متایسته یعنی خب میگه که میگه صفای نه تو نمیگم قبول نمیکنه آدم خواهش میکنه تو تاشون باید قبول باید انجام میکنه خیلی اساس نشه تشکر از حضور گرم کنید لایو با تشکر کلا که کام داریم